نذاشتید بحث دخترها و پسرها رو ادامه بدم. دخترها با پسرها زیاد فرق میکنن. فقط یه پسر ایرانی میتونه از سر جلسه امتحانی که تقریبا ورقه رو سفید تحویل داده و داغون کرده اون امتحانو داره میاد بیرون، لبخند رضایتی بر لب داشته باشه و خیلی خون سرد بگه اینم تر زدم. براش مهم نیست. همه چیز پسرها با دخترها فرق میکنه. اون وقت دخترها چقدر درساشون حساسه. شما مسافرت رفتن پسرها با دخترها رو مقایسه کنید. دخترها میخوان برن مسافرت، اوه بیا لوازم ببین چی برمی‌داره. اول از همه یک کیف لوازم آرایش بسیار مجهز، 3-4 تا مانتو، 20 تا شال مختلف، باد بزن، سشوار، مسواک، خمیردندون، شامپوهای مختلف. اون وقت پسرها میرن مسافرت، یه زیر شلواری، یه قلیون، خلاصه مفید، بدون هیچ مانع، راحت. نگاه کنید خودتون. واکنش ها نسبت به این که مثلا دختره دانشگاه قبول میشه یا پسره. حالا مدرسان شریفی بوده چه بهتر دیگه، وقتی ادامه میده چه شکلی میشه داست. دختر وقتی دانشگاه قبول میشه دوستش بهش میرسه. سارا قبول شده، سحر میرسه بهش. سارا چه مبارک دانشگاه قبول شدی. سطح علمیش خوبه، امکاناتش زیاده، استاداش با کلاسن، با شخصیتن، سوادشون خوبه، دانشگاهش در کل خوبه. سوالا اینجوریه. پسر دانشگاه قبول میشه، رفیقش بهش میرسه. اصغر دانشگاه قبول شدی. مبارکه. دخترم داره؟ من چیکار کنم؟ دانشگاه بخواد چیکار کنم؟ من نمیدونم. حالا رضا بیا بریم مدرسان شریف سطح علمی ارتقا بدیم. چقدر میخوای بی سواد بمونی؟ بس دیگه، بیا به خودمون بیایم. الان وقتش رسیده. بذار یه خاطره براتون بگم از رضا رشیدپور. میگفت تو کافی شاپ نشسته بودم تک و تنها توی سر یه میز، تو حال خودم بودم. یه دختر بسیار زیبا و خوشتیپ به من نزدیک شد. آروم صورتش آورد جلو، گفت ببخشید آقا شما تنها هستی؟ رضا گفت من یه خورده فیگورم عوض کردم، صدا رو انداختم تو گلو، صدامو کلوف کردم، گفتم خانم من خیلی وقت تنهام. بعد میگه اون دختر گفت پس ببخشید من این صندلی رو بردارم اونجا، ما صندلی کم داریم. آدم میتونه قضایه بشه. صندلی میخواسته، صدا کلوف میکنه. بعد این روزها رضا جان ماشاءالله خیلی تغییر کردی، قهوه‌ای شدی. یه لحظه احساس کردم که مقابل یک مگنوم وایسادم. بسیار زیبا، خیلی همیشه خاص بودی. خاص بودنت برای من. وقتی نوازش های چنگالی و خرچنگی گل می کند در دست های سربی و سنگی، وقتی در این دنیای بی روح و مدرنیزه چیزی نمی بینی به غیر از فقر فرهنگی، وقتی نمی خواهند باشی بین آدم ها، وقتی که می گویند بد یمنی بد آهنگی، وقتی تمام شهر را یک بار میگردی در حسرت یک جو صداقت یا که یک رنگی، وقتی که حتی خم به ابرویت نمیاری، راه خودت را میروی با آن که میلنگی، یعنی که داری با وجود این همه آزار با مشکلات خیش مثل مرد می جنگی. اونایی که مردن تو زندگی. رضا رشیدپور میگه من صابون خریدم، رفتم همون خودم کف کردم، صابونه کف نکرد. عمق فاجعه ببین کجاست. جنس چینی درجه 3 اینجوری میکنه، دسته بره بالا بالا. یا گفت یکی از بدترین چیزهایی که در دستشویی تمرکز آدمو به هم میزنه اینه که سیفون نشتی داشته باشه و قطره قطره بیفته پس گردنه. میگفت از شکنجه زندان گوانتانامو بدتره. و میگفت تو این توالت‌های عمومی از بس رو در و دیوار مینویسن، آدم نمیتونه بعد چیکار. اینجا نوشته به راست نگاه کن، بعد نوشته به چپ نگاه کن، بالا بعد نوشته کجا رو نگاه میکنی کارتو بکن. دستا انرژی داره. شیری عمر شیری شیری جون
بدشانسی خوششانسی رو شما در چی میدونید؟ رضا رشیدپور میگفت بعضیا انقدر تو زندگی شانس دارن، طرف داره تو خیابون میره یه ساک پر پول پیدا میکنه، میره اصلا مسیر زندگیش عوض میشه. همین آقای مقدم میدونه بعضیا انقدر خوش شانسن، میان مدرسان شریف رو انتخاب میکنن برای ارتقاء سطح علمیشون، یهو به یه جاهایی میرسن که برای خیلی‌ها دست نیافتنیه. اون وقت رضا رشیدپور میگه من انقدر بد شانسم، گفت تو خیابون داشتم میرفتم، تو پیاده‌روی سکه 25 تومانی دیدم، خم شدم بردارم خشتکم پاره شد. 20 تومن 20000 تومن رد داد بدون شانس. در چی میدونید؟ نه صاحب جان از بالای جرن آرناز نو گل باغ چمن آرناز تو عشق یعنی از همه دل میبری تو که مدرسان شریفی داره. از این راهنگا خوشتون میاد نه؟ تقریبا نقطه ضعفتون رو فهمیدم. بدبختی یکی دوتا نیست. از کجا